سلام، اینجا صدای خبر یقین است و من نبی بگزاد با رویدادهای خوب یک هفته اخیر با شما خواهم بود. امروز 12 اکتبر سال 1431 هجری شمسی که برابر میشود با 3 نوامبر 2022 میلادی. رسانه‌های هندی میگویند پل همکاری میان هند و حکومت امارات اسلامی افغانستان در زمین فنی و بانکی ایجاد شده. پس از آغاز دوباره فعالیت کریدور هوایی تجاری میان هند و افغانستان، حالا برخی رسانه‌های هندی از ایجاد پل همکاری‌های فنی و تکنیکی میان این دو کشور در امور بانکی خبر دادند. روزنامه‌های ایندیا هرالد و اکونومیک تایمز گزارش کردند که یک تیم فنی هند در کابل با مقام‌های بانک مرکزی افغانستان دیدار داشته و هر دو طرف روی همکاری‌های دوامدار تاکید کردند. امارات اسلامی افغانستان پیش از این گفته بود بنا به قرارداد تازه‌ای که با هند امضا کردند، انتظار می‌رود امسال حجم تجارت میان دو کشور افزایش یابد، به ویژه از طریق دهلیز هوایی میان کابل و دهلی که پس از روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان بسته شده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که پس از حاکمیت کامل امارات اسلامی افغانستان هیچ خبرنگار کشته نشده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در رشته توییت نوشته است که پس از حاکمیت کامل امارات اسلامی افغانستان هیچ خبرنگار در افغانستان کشته نشده است و نه هم هیچ رسانه‌ها و نمایندگان آن با چالش روبرو شدند. 80 میلیون دلار پول نقد در 2 روز متوالی به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که یک بسته 40 میلیون دلاری کمک‌های بشردوستانه در تاریخ 11 اکتبر سال جاری به کابل رسیده است. این بانک در خبرنامه از دریافت 40 میلیون دلار پول نقد به کابل خبر داده و گفته است که این مقدار به یکی از بانک‌های تجاری منتقل شده است و همچنان گفته می شود یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر به تاریخ 10 اکتبر به کابل رسیده بود. یک نهاد خیریه در تخار با ایجاد 15 سبزیخانه برای 300 زن بیوه و بی بضاعت زمین کار را فراهم کرده است. این سبزیخانه ها در ولسوالی‌های بهارک، خواجه‌خوار و شهر طالقان مرکز تخار توسط مؤسسه اکتید ساخته شدند. بشیر احمد صدیق مسئول این نهاد در تخار میگوید که 5 سبزیخانه در ولسوالی بهارک، 6 سبزیخانه در خواجه‌خوار و 4 سبزیخانه دیگر در شهر طالقان قرار دارد. دکتران در شفاخانه ابو علی سینای بلخی در شهر مزار شریف برای نخستین بار قادر به انجام جراحی مفصل زانو شدند. ریاست صحت عامه بلخ میگوید که شماری از متخصصان توانستند عمل جراحی مفصل زانو را در شفاخانه ابو علی سینای بلخی برای نخستین بار به گونه موافقت آمیز انجام دهند. با گفته دکتران، این عمل یکی از دشوارترین عمل جراحی ارتوپدی دانسته می شود که در کشورهای همسایه به هزینه 5 الی 8 هزار دلار انجام می شود. تلاش دولت امارات اسلامی افغانستان برای صادرات پنبه افغانستان از طریق ایران. وزیر صنعت و تجارت دولت امارات اسلامی افغانستان با تاکید بر افزایش صادرات افغانستان گفت در حال مذاکره با ایران و پاکستان هستیم تا صادرات پنبه را از این طریق افزایش دهیم. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت دولت امارات اسلامی افغانستان اظهار داشت افغانستان در 6 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته 50 میلیارد افغانی افزایش صادرات داشته است. وی افزود رشد صادرات افغانستان را به سمت ترقی و پیشرفت واقعی هدایت می‌کند. اخبار خوب هفته روزن انعکاس مهمترین رویدادهای خوب در یک هفته اخیر است. همکاران ما در رسانه یقین می‌کوشند تا نابترین و نایابترین ویدیوها را برای شما ارائه کنند. ما در تمامی صفحات مجازی با ویدیوهای متفاوت به نام یقین میدیا منتظر شما هستیم. تا هفته بعد و رویدادهای خوب. بدرود.